دروغ که حناق نیست. مثلا بیا بگو قالیباف مخالف شفافیته، در صورتی که قالیباف تنها طرحی که تو مجلس امضا کرده همین شفافیت بوده. وقتی هم با 2 تا رأی کمتر رأی نیاورد، تحت عنوان طرح شفافیت قوا آوردش به صحن و پیگیریش کرد. یا مثلا بگو قاسمیان مشاور رئیس مجلسه که بتونی کلی حرف ناحساب بندازی گردن قالیباف، در صورتی که یه مدتی فقط رئیس کتابخونه مجلس بود و الان هم آقای معینی پور اون سمتو به عهده داره. میخوای اصلا نگو که قاسمیان تو انتخابات صبح تا شب تو ستاد آقای جلیلی بود و به اون رأی داد. داداش من کنتور نمیندازه که. بگو 54 تا نماینده تو مجلس طرفدارتن ولی صداش هم در نیار به سوگندنامه‌ای که پیش مردم برای گرفتن رأی ازشون خوردی عمل نمی‌کنی. مگه نگفتی رأی لیست من شفاف میخواد بشه؟ کو رأی به اعضای هیئت رئیسه؟ کو رأی به استیضاح همتی؟ مگه نگفتی لیستت قرار شفافیت مالی داشته باشن؟ کو؟ مگه نگفتی لیست توصیه‌نامه‌هاشون به ارگان‌های مختلف رو قرار منتشر کنن؟ کو؟ استاد تو دیگه در جایگاه مطالبه نیستی. تو الان باید پاسخگوی لیست 54 نفرت باشی. 1 سال از مجلس هم گذشت. کو شفافیتتون؟ کو عمل کردتون؟ کجا یک مشکل از هزاران مشکل مردم حل کردید؟